номерим нестай. Адресом метомад. коша меҷада ягон бачи соз хуб боша. шуморо мефора зан тоқати марди бегона гап зана. вале ин бача просто надидай занакое ки шу доран чанда гудак доран воқати дига касо движения мекунад. خواهر عزیز، و تو چی شد که اینقدر خود را بی ارزش کرده ای؟ قدر و ارزش خود را بدان و فراموش نکن که خداوند زن را با ارزشتر از سنگهای قیمتبها آفریده است که آنها در سر راه و در معرض تماشای همگان قرار ندارند و خیلی نایاب هستند. اما وقتی زن خود را در معرض تماشای همگان قرار می دهد، از سنگهای سر راه هم به ارزشتر می شود. تو گمان می کنی که وقتی خود را در معرض تماشای مردان بوالهوس می گذاری کار خوبی کرده ای، ولی بیخبر از آن هستی که روزی در همین دنیا غضب خداوند دامنگیرت می شود و از کرده خود سخت پشیمان می شوی که هیچ سودی ندارد. من یک برادر ایمانیت به ایمان تو خطاب کردم می گویم که وقتی به واسطه وایبر و واتساپ و غیره خود را برای مردان بوالهوس چشمچران نمایش می دهی، با آنها به مثل مردان سخنان فحش و بی‌حیایی می گویی، باری هم فکر کرده ای که روزی در پیشگاه خداوند از این کار زشت و گناه بزرگت پرسیده می شوی و آنجا جوابی نمی یابی؟ آیا فراموش کرده ای که تو مسلمان و مسلمان زاده ای؟ فریفته سخنان مردان بوالهوس بی غیرت نشو. همینها بودند که این گفتگوهای فحش و چهره تو را نوار برداری کرده در معرض تماشای همگان گذاشتند و تو را شرمنده و رسوا کردند و رذالت و فرومایگی خود را نشان دادند. خواهر عزیز، شرم و حیای تو کجا شد؟ خود را بیش از این شرمنده و رسوا مگردان. آبروی همه زنان را بردی. دیگر زنان مسلمان از زن بودنشان شرم می دارند. این شرم و حیا است که زن را زیبا می کند و به حیات پاکیزه و کامیابی ها می رساند. اما این بی‌حیایی و دشنام و حقارت های فحش زن را به پستی و شرمندگی می رساند که عاقبت غضب پروردگار او را دامنگیر می شود و در همین دنیا به سزای عملش می رسد. حالا تو زیبا و مورد توجه مردان هستی که با این نعمت داده الله متعال می نازی و خود را برای مردان نمایش می دهی. با آن زبانی که خداوند یک نعمت بی‌بها به تو داده است دشنام و حقارت های فحش می گویی. ولی فراموش نکن که روز خداوند این نعمت زیباگی، جوانی، سلامتیات را از تو می گیرد و تو را در آن زمانی که زن از همه زیادتر به شوهر محتاج می شود، یعنی بعد از سپری شدن ایام جوانی، از نعمت شوهر محروم می گرداند. هیچ مرد صالح با تو ازدواج نمی کند. هیچ یکی از این مردانی که با آنها در علاقه هستی تیار نیستند با تو ازدواج کنند و به مثل انسان همراه تو زندگی کنند. تنها به خاطر یک ساعت همخوابگی با تو در تماس می شوند و بعد از آن که به مقصدشان رسیدند تو را به مثل کاغذ تشناب می پرتایند. پس خود را اینقدر بی ارزش مگردان. خواهر عزیز، مگر آزادی شما همین است که شما را اینقدر بی ارزش کرده است؟ خواهر عزیز، تو به کی پیروی داری؟ تو به آن زنان پیروی کن که آنها در تاریخ بشریت در حیا و عفت و پاکدامنی تا روز قیامت عبرت دیگران هستند. در روایات آمده است که زنی بود خیلی پارسا و پاکدامن.
روز همراه شوهرش ناگهان مهمان به خانه می آید و او لباسش را که در حولی برای خشک شدن آویزان کرده بود فرصت نیافت که از چشم مردی بیگانه پنهان کند. این زن بعد از گسیل کردن مهمان آن لباس را به کمبغل صدقه می کند. وقتی از او پرسیدند که چرا چنین کردی، در جواب می گوید که من شرم می دارم از خداوند که در محضر او با لباس حاضر شوم که چشم مردی بیگانه به او رسیده است. سبحان الله، چنین زنان واقعا قابل پیروی هستند. ببین خواهر عزیز که چنین زنان پاکدامن برای نسل بعدی بهترین نمونه عبرت بودند که تا روز قیامت آنها را به نیکی یاد می کنند. اما تو باری هم خود را سوال کرده ای که چنین اعمال ناپسند تو برای نسل بعدی چه تأثیر منفی به جا می گذارد؟ چنین دشنام و حقارت‌های فحش تو دیگر جوانان را به چنین کارهای بی‌حیایی جرأتمند می کند و از سببگار آن تو می شوی. علاوه بر این تو بینگر که آیا برای چنین گفتار و کردارت کسی به تو رحمت می گوید؟ برعکس هر نفری که چنین نوارها را می بیند به تو و بر پدر و مادرت لعنت می گوید. خواهر عزیز، بیش از این خود را بی ارزش مگردان. الله متعال همه خواهران مسلمان را از دامهای شیطان حفاظت نماید و حیا و عفت را برایشان ارزانی بدارد. آمین یا رب العالمین. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من.